عین حال ما قرار داریم در آثارخانه ملی تاجیکستان. چطوری می‌بینید در تالارهای آثارخانه ملی تاجیکستان تعداد تماشابینان کم به نظر می‌رسند. اما با گفت سردار شعبه اکسکورسیونی و عمومی آثارخانه ملی تاجیکستان فریدون کینجایف در سال 2018 شماره تماشابینان داخل و خارج کشور بیش از 115,000 نفر را تشکیل می‌دهد. شماره عمومی تماشابینان آثارخانه ملی تاجیکستان در سال 2018 بیش از 115,000 را تشکیل می‌دهد. یعنی که در یک سال 2018 بیش از 115,000 تماشابین داخلی و خارجی از آثارخانه ملی دیدن کردند که از این مقدار 4500 نفر آنها را مهمانان خارجی تشکیل می‌دهد. چنانکه که شاهدی آن شدیم، قریب تمام تالارهای آثارخانه خالی بود و تنها کارمندان و چند تن از تماشابینان بودند و خلاص. با مقصد جلب هرچی بیشتری تماشابینان، علاقمندان نو، مخصوصا جوانان، برای شناخت میراث تاریخی و فرهنگی آثارخانه ملی تاجیکستان از سال 2013 اقدام بین المللی شب در آثارخانه را برگزار می‌نماید. ما امروز در عرفه جشن بین المللی آثارخانه ها قرار داریم. روز بین المللی آثارخانه ها که همش ساله 18 می جشن گرفته می شود و رهبریت و کارمندان آثارخانه ملی تاجیکستان نیز یک برنامه وسیع مکمل را بهر تجلیل این چهاربینی که یعنی که همه ساله با نام شب در آثارخانه برگزار کرده می شود، امروز آمادگی رهبریت به همین سمت روانه گردیده است. بخشیده به روز بین المللی آثارخانه ها 18 می آثارخانه ملی تاجیکستان چهاربینی عنعنوی تحت عنوان شب در آثارخانه برگزار می نماید. همه ساکنان پایتخت را به این نمایش دعوت می نماییم. مرحمت به آثارخانه ملی تاجیکستان.